پس چرا عایشه ام المؤمنین با غلام در یک اتاق بوده؟ چرا دروغ میگین؟ خب صبر که یک لحظه. دروغ میگیم ما؟ بله. اجازه بدیم. دوستان عزیز، مرا گفت دروغ میگی. من این لحظه روایت پیشوریم باز بود، میخواستم بگم که دروغ میگی. دوستان عزیز، کتاب صحیح مسلم روایت 29 از زینب بنت ام سلمه روایت است که ام سلمه به عایشه گفت غلام بالغ به منزل تو می آید و من دوست ندارم که چنین چیزی در نزد من مرسوم باشد. این چی کار است عزیز من؟ شما که از عفت صحبت میکنید. شما از کجا مسئله ایره فهمیدین که اینجا العیاذ بالله چیزی اتفاق افتاده؟ غلام بالغ در خانه عایشه چی کار میکرده؟ اجازه دارم مردای بالغ در خانه همسران شما بیاین؟ شماها با فکری که دارین غیر از اینمی مسائل. نه، اول به من گفتی که دروغ میگی. اول گفتی که دروغ. اجازه بدی عزیز من. قرآن محارم شما را معرفی کرده. غلام بالغ در خانه زن پیامبرتان چی کار میکرده؟ خب تو از کجا ایره میگی زن را که قرآن طاهره میگه؟ از کجا تو امیر یعنی از متن از کجا فهمیدی که العیاذ بالله اینا اونجا کدام چیزی بوده؟ نه، حالا هیچ چیزی نبوده. حالا هیچ چیزی بسا صرف شما. زن دیگر ببین عزیز من، زنی آمده به عایشه گفته، به عایشه که غلام بالغ در خانه تو می آید، تو زن مسلمان هستی، چرا در خانهش میاد، در خانه اجازه میدیش؟ بعد عایشه برش چی گفته؟ آیا رسول خدا برای شما الگوی کامل نیست؟ یعنی رسول خدا مرا اجازه داده؟ پیامبر اسلام غیرت داشت؟ بله. پس چرا زن خود را اجازه میداد که با غلاما در اتاق خلوت کنه؟ برو آقای کاوش برو. سبحان الله. برو آقای کاوش برو. سبحان الله. برو آقای کاوش برو. سبحان الله. الفرار